FATF در فلان جاست، اون یکی سویفت در فرانسه است. من گفتم به آقای دکتر جهان از کره جنوبی جنوب شرقی آسیا گرفته تا تمام جهان، حتی روسیه و چین دارن با همین دنیا و همین FATF کار میکنن. مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که اگر FATF بیاد شفاف بشه معلوم میشه که چقدر خوردیم و بردیم و به نام مبارزه با آمریکا تموم کردیم. این یک. این که دیگه من صریح بگم به شما. دو، آقای دکتر، من بسیار به ایران میاندیشم. ایران بانو مادر ماست و اولیت برای من ایرانه، اگرچه بگید اولویت شما براتون اسلام قرار بگیره. ایران نباشه اسلام باید در کجا باشه؟ هر جا میخواد باشه باشه. با شما هم داستان. خیلی خوب. پس این که شما میگید ما به ایران و استقلال ایران به معنای علمی آن بیاندیشیم، من شبانه روز میاندیشم آقای دکتر. من اخلاقی نمیدانم که آلنده رو بردارن، من اخلاقی نمیدانم کودتا انجام بشه در هیچ جای جهان بر علیه یک دولت دموکراتیک مردم سر کار آوردن، یا حتی دولت غیر دموکراتیک مردم به حقیقت خواهان اون بودن. حالا به اشتباه من میگویم رأی مردم حق است، گاهی رأی مردم به حق است، گاهی رأی مردم به حق نیست. مردم هرچی بخواهند من هم تابع خواهم بود و تابع هستم. پس من به استقلال کشورم میاندیشم. من نامردی ها و نامرادی ها رو رد میکنم، کشتن انسان ها رو رد میکنم، این غیر اخلاقی است. ولی